قاعده 84 صفات و افعال خالق را تحریف نکنیم. صفات و افعال خالق را تحریف نکنیم. صفات و افعال خالق، شما میفهمین که تحریف دو قسم صورت میگیرن، یکی تحریف لفظی میباشه و یکی هم تحریف معنوی. تحریف لفظی کدام یکی را میگن؟ که در لفظش چی میشه؟ تغییرات میشه، زیرش زبر میشه، زبرش پیش میشه، و یا هم کدام حرف زیاد میشه یا کدام حرف کم میشه. این تحریف لفظی میگن. تحریف لفظی چی است؟ مثلا یکی از الفاظ، یکی از حرکات تغییر داده میشه، پس این تحریف است. یک نفر یک نفر است یک کلمه را زیاد میکنه، یک حرف زیاد میکنه. مثل استوا را میگه استوا به معنای چی است؟ استولا. در اینجا چی زیاد کرد؟ لام زیاد کرد. این تحریف چی میگن؟ لفظی میگن. استوا را در چی زیاد میکنن؟ لام زیاد میکنن. این تحریف لفظی هست. دوم قسمش تحریف معنوی چی هست؟ تحریف معنوی تحریف است که او در معنا تحریف میکنن. مثل چی هست؟ مثلا ید به قدرت و قوت چی میکنن؟ تحریف میکنن، تغییر میتن از نگاه معنا. و یا ای که مثلا میگن که قرآن کسی که معنای ظاهر داره یکی باطن داره. معنای ظاهر، معنای باطنش باز میخزن قرآن، آیات قرآن دیگه قسم تفسیر میکنن، در حالی که اگر قرآن معنای ظاهر و باطن داشته باشه، قل هو الله احد، الله ذات یگانه است، این معنای ظاهر شد. باطنش چی است؟ باطنش باید یک کمی تغییر داشته باشه. پس الله العیاذ بالله دو تا سه تاست؟ نه. باز برای کفر خود چی پیدا میکنن؟ دلیل پیدا میکنن که یک خالق نیست، بلکه خالق چی است؟ متعدد است. فهمیدی؟ یعنی این تحریف معنوی میگن. تحریف معنوی دو قسم میشه که یا بیخی مثلا معنا کاملا تغییر داده میشه، یا مثلا بر از اون معنا مثلا چندین معنا پیدا میکنن که ظاهر است و باطن است و مثلا ظاهرش فلانی میفهمه و باطنش فلانی میفهمه و ایش فلانی میفهمه. در حالی که قرآن عظیم شان اونم معنایی که رسول الله صلی الله علیه و آله برش نازل شده بود و معنایش رسول الله صلی الله علیه و آله میفهمید، امور برای امت خود چی کرده؟ تبلیغ کرده. تو نیست که کدام چیز رسول الله صلی الله علیه و آله از دین پیش خود چی کرده باشه؟ او را پت کرده باشه. این پس ما مسلمان ها که هستیم در کتاب الله، در صفات الله تحریف نمی کنیم. اینال یهودی ها چرا کافر شدن؟ نصرانی ها چرا کافر شدن؟ که بسیاری از صفات و افعال الله را تحریف کردن. مثلا یک فعل ورداشتن، عوضش یک فعل دیگر را جای به جای کردن. حالا شما اگر کدام وقتی همین بایبل دستتان بیاین، نصفش تورات است نصفش انجیل است، این که شما بخونین، صفات و افعال را به الله نسبت میدن که به الله هیچ شایسته نیست. از این خاطر یا کافر شد. تحریف در اسما و صفات و افعال الله. صفت جهل، صفت نادانی، صفت پشتی گرفتن، حتی فعل گرفتن که مثلا میگه که چی را میگن؟ میگه یعقوب علیه السلام یک شب کسی تا صبح پشتی گرفت. فهمیدین؟ صبح که شد کسی که پشتی میگرفت پرسان کرد که تو کی هستی؟ او برش گفت اعوذ بالله من خالق از این جهان هستم. تا صبح که تو پشتی گرفتی. به این اندازه اینا در کفر چی هستن؟ داخل هستن.